همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. همچو مادر مهربانی هر یک انسان خواهر است، همدم و هم راز و هم سوزنده بر جان خواهر است. خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما، خواهرین در زندگانی گنجی نایاب است به ما. قیمت از این قیمت از آن قیمت از جان خواهر است. السلام علیکم دوستان، بیننده ها و تماشابینان عزیز شبکه شهنان. امروز جمعیت تبریکات شهنان در یکی از آن جایهای بهترین ده آهلیک در طرفخانه خناچه ها یعنی کریلیچکا ما برای تبریک کردن جشن زادروز مفتونه بانو آمدیم. امروز تبریکات را از نام عمه جان ها، از نام نادر عمه، از مسافرت از نام نظیر عمه و از نام تمام جیان ها نیز مادر عزیزشان که در مسافرت هستند از نام کرامت خاله تبریک میگوییم و لحظه های خرسندی را همراه شما با هم میبینیم. با ما باشید، با شبکه شهنان رفتیم. السلام علیکم مادران عزیز، السلام علیکم مهمانان این طرفخانه آهلیک ما قناچه ها. همه شمایان را به امروزه روزی خرسندی و جشن زادروز مفتونه بانو خیر مقدم میگوییم. برای ما لازم هستند مفتونه بانو همراهی نصیبه خاله و البته عمه جان عزیز نادر عمه. به نظر ما تکلیف میکنیم هر سهشان را با قرصکای شمایان. مرحمت بیاید یعنی ما با نزدیکتر. السلام علیکم، مفتونه بانو زادروز مبارک باشد. روز تولد را امروز روز شکرانه را برایتان مبارک باد میگویم. اولا در آغاز سخن میخواستم کمی حرف زنیم به حرمت شادروان پدر عزیزتان که یک مرد ابرمرد همین آهلیک ما بودند. خدا رحمت کند بابی رمک را. من فرزندان عزیز دختران نازنین را با یک مهنت های حلال کلان کردند، صاحبی بخت کردند و صد افسوس از این عالم تیز رفتند. امروز باعث تبریک ما همین است که عمه جان‌های عزیز و نازنین نادر عمه، نظیر عمه بسیار شما را دوست می‌دارند، حرمت می‌کنند و گفتند که در همه جا در همه خاندان فرزند کلانی بعد از گذشتن این حیات و این تقدیر است، کیها پیشتر کیها بدتر، لیکن صد افسوس دادر مهربانی ما خدا رحمت کند ما را تیز پدرود گفت، از ما تیز رفت و برای فرزندانش صبر جمیل میخواهیم و مفتونه بانو از همه با طاقت و با صبر شدنش لازم است. چون گفتم برای خواهرانش من مادر جان عزیز کرامت خاله در مسافرت هستند، به جای مادر مادر است و به جای پدر پدر است. مصلحتچی همین خواهر و دادرانش است. ما بسیار حرمت میکنیم. دختر کلانی خاندان در حقیقت با فرهنگ و با معارف است. در روزهای بهترین، در روزهای پستی و بلندی های زندگی همراه همون خاندانش است و ما از چهره زیبایش یاد همون شادروان دادرم را میکنیم و هیچ وقت از خداوند میپرسیم که هیچ وقت عمرشان به همون پدرشان نرفته باشد و عمری دراز نصیب کند و بر سر همین اولاد، بر سر همین خواهران و دادرش صحت سلامت باشد. زادروزتان مبارک باشد. امروز شما را از نام عمه جانتان نادر خاله، از نام نظیر عمه، از نام مادر راهدورتان کرامت خاله، از نام خواهران نازنین نیگنایتی و زرینایتی و نازنین بانو، از نام خواهران فرهناز منیسه، از نام دادر یکا و یگانه تان دوامچی سلاله شما جهان تبریک میگویم. میگویم دو دیده غمگسار دارد خواهر،
بوی وطن و دیار دارد خواهر. چشمش پر آب است به دیدار گسل، صبح است که صد بهار دارد خواهر. تسکین دل امیدوارم خواهر، حسن دل و فیض روزگارم خواهر. در دیده من محبت این دنیاست، من یاد تو را به دیده دارم خواهر. دکتر بانو زاد روزتان مبارک باشد. شما در حقیقت باید با صبر و با طاقت باشید و از انا همین وقتی خوردی شما برای خواهران، برای دادرتان، برای آیلتان یک وظیفه کلان را شادروان پدرتان برای شما وظیفتار کرده رفته. برای انا همین ها سر و بر شوید، برای انا همین ها مصلحتچی شوید و در روزهای بهترین نشان یا نشان به ایستاده مصلحت های نیکتان را دهید. امروز نصیبه خاله خاندانتان مورزی خرسندی است که علی پاشا همراهی دولت کم یک جای دمی پیری و دولت پیری را بینند، حضور و حلاوت فرزندان را ببینند. این همه از انا همون تربیه نیکی شماست، دستگیری های شماست. بگذار مفتون بانو همیشه خدمت شما را گیرن و با انا همون مصلحت های شما در سری خواهر و دادرشان دعاگویی گردند، مصلحتچی گردند. امروز روزی خرسندی، روزی شکرانه، روزی بهترین برایتان مبارک باشد. می‌خواستیم دادری اما نیت‌های نغز و نیک را برای جیانتان شنویم. مرحبا. شامدتون هم یکتون نوری عزت و جسر جادروزت مبارک شود ایرای صد بدر و جیانکی عزیزم. شامده همی کلون من حرمت کرده اومده رحمت من یکتون مادر جانم مادرم خیلی دوستت می‌دارم، برای تو یگانه فیض تو در این در و خانه. سحر خستی مادرم باغچه بر این دادرم، حلی او اشتابه عشم پذیر دلدم. رحمت معلمه جمالова و بعد از آن البته آناجان عزیز و نیت های نغز و نیک را میشنویم از رضا بیانه. برحمت دراز کنیم. ملکای عزیز هر قدر مونده میلی به درگاه دیانی من رفتم شما در میلی دیگر فرصت ای فرصت من استفاده را مفتونه های با روز تولد تبریک شده به این اولی سلامتی پوشت پیر شده 120 ساله شدیش به چه عرضه خوش برسد خدمتگار پدر و مادرش شود و دیگه که چه عرضه برسد اونجا با چی مقصد داشته برسد پوشت پیر شد خدمتگار پدرش و مادرش شد و حتما خیش توان مهربان شد رفت آمد ابدی شود میخواهم ساخ باشه که جای باشه ساعت سلامت السلام علیکم مهمانان عزیز. اولا خوش آمدید به این درگاه. من جیانکی عزیزی من مهربان کلمت مهمان دوست مهربان برای ما اینها برای ما نشانه جیانکی میباشند. طوری گفتن اکنی مانه در وقتی برای ترک درف جیانکو صد افسوس این دنیا همه خیلی پیش آید و خفاره من از این فرصت استفاده برده مفتونه جان رو تبریک میکنم و تو اولا صحت سلامتی عمره که دراز میخوام. حیات این یک چیز گذشته میرود باید که همه صبر و طاقت کنیم. حیات هست بلندی دارد مشکلی دارد کوه بریم بالا میبریم کوه میخوریم. من اینجا چطوری گفتم حسین جان همه اویله سری تو مون میفهمیم این دشواری برای خواهرات برای دادرات تو هم پدر هم مادر در رئیس دور هم باشن که برای غمخوری شما منم تو همین کارای با سر گفتید و صبر میخوام. ما اون دریانوت اویله موندای ما با تو مون رو تنها نیمونیم شما رو اویله جمال پایین اویله فخرناک اویله با هم دیگر مهربان باید که رشته امک بچگی همون دائما کلان شود بسیار شود مهر و وقتمون زیاد شود الهی یعنی که از اون هیچ وقت در چشم درش کند نیم الهی صحت سلامت باش خدا نکته خوشت تیری به دولت شوی الهی در خدمت پدر و مادر سود شوی عزت و اکرام کنی الهی در حیات برای هم اون مهمون باشه من که گذشتگان به خاطر آوردن برای من هم فرد هم خلق می باشد.
صد افسوس که مونه ترک رفت این دنیای فانی جای کش در جنت باشد و کش با مون بهتر برای همتون رحمت ساق سلامت باشید باز یک بار دیگر جنکی عزیز زادروزت مبارک شود رحمت و امروز روز خورسندی است میخواستیم دستگل زیبا را از نام تمام امروزه صاحب جشن ها برای مفتون بانو تقدیم کنیم زادروزتان مبارک باشد مرحبا و از نام خواهرشان فرنگیز بانو در اینجا توفه ها هست برای خواهرشان مرحبا تقدیم میکنم شیرینی امروز را میخواستیم نزدیکتر بیاریم همه ما یک جایه کارتون رو میبریم از آن تناول میکنیم و امروز جشن رو با یک درجه اعلی میگذاریم مرحمت زادروز مبارک باشد برای همه ما یک جایه مبارک باشد Среду, мне без разницы, приеду, потому что день особый на табло календаря. Хоть на Мазде, хоть на Порше, хоть на Жигули до Польши, ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Ничего не надо больше, просто быть возле тебя. Здесь годами только лучше, в этом нет сомнения. Я не Пушкин, не Есенин, я стихами не умею. Я могу лишь по-простому, но от сердца пожелать счастья, радости, здоровья, дачу где-то в Подмосковье, чтобы на твоем столетии вновь могли позажигать, чтобы на твоем столетии все могли позажигать без ограничения. С днем рождения! Для тебя пою на сцене я. Ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. Да, ты с годами только лучше, в этом нет сомнения. مبارک باشد فقط سخنها رو میشنویم نگینایتی مرحمت نازنین مرحمت سخنها برای امروزه خواهر عزیزتان مرحمت بعد از آن میرقصیم السلام علیکم هم یکتون به خشکو من امروز جنکی عزیزم مفتونوی با روزی زادروزش تبریک میکنیم از صمیم قلب مفتونوی به خدا دادگی عمری درازی با برکت بینه همه وقت صحت سلامت حضوری فرزندکاش بینه خودش که خوش پیر شده پیری به دولت شود روزکای نوزش هر روز مول شود همه وقت همین گفته حسین گفته همین آنمون است بخوران بر اینکه همین سری اولاد با همین جای تقریبا معلوم نکده گرده خود چگون وقتون جام انومی امتم ام صفی تبریک کدن تا همه وقت صحت سلامت باش جانکو روزی نغزد مول شوه الهی همه وقت سری هم یکم با سری اولاد بساق سلامت باش تبریک میکنم تا السلام علیکم هم یکتون با خوش آمده مفتون سبت رو اما سیما مایده باشیم خوبی اویتیم بری نشتی تو
که نقض میکنیم هم یکمون حرمت میکنیم الهیم سر هم یکم بساق سلامت کرد در دوغم دنیای نبی دو دنیا سعادت شدیده گشتن نصیب کنه الهی حضور فرزندکا کبی دعوت پاسفت خوشتی رو به دعوت شد دنیا با بوده که همه نیتوی نفسیم همش برای تو مفتون الهیم 100 ساله شد رحمت پرانا تبریک میکنیم می؟ با امروز خواهر و دادر میخواهند با رقصا تبریک گویند و از شما همیشه مانند امروز سر و برشته گردید آن پستی های زندگی پسی سر مانده باشد و دوام عمر با فقط خوشی زندگی گذرد و باشد آغاز میکنیم خوشی های زندگی را با رقص ها دعوت را به رقص میدهیم و خاندانتان فقط در روزهای بهترین زندگی با مهمان شویم و شمایان را شاد باش گوییم بر همه سرودهای رقصی برای شمایان Raftam do Santa Mano, Onga Manas
دل آزاره دوان بپیشه ناله کنم نمیشه بندر بودم همیشه چکی بالا نبین شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم رو بودی یار بیا دانم دوای چشمم تو شده درد و دوای چشمم یاد بینم رهای عشقم تو بودی سرد و گرمای جان ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی یار بیا دوان بپیشه ناله کنم نمیشه اندر بودم همیشه چکی بالا نبین شتر نمیشه ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا ای یار بیا دلدار بیا دلم را بودی تو یار بیا یکون تا میمونه همونه سه تا میمونه شما اصول کنه نه من نمیتونم جاولا تو زوکو چوسو نکنسی آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجدنler آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجدنler ناز بدن گیجدنler ناز بدن گیجدنler duyuyor ama tam biliyorum ama eğer bu satalap kırdım çeşmeşme giriyorum ama duyuyor ama tam biliyorum ama eğer bu satalap kırdım çeşmeşme giriyorum ama aha kunim çiko kunim naz beden güçlerler aha kunim çiko kunim naz beden güçlerler naz beden güçlerler موی جنگله با من نکن تو هیله ما دختری کلابی با من نکن تگیله دختری موی جنگله با ما نکن تو هیله ناز کرش مدی خوش ایشی برات سلسله آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجدنler آها کنیم چیکار کنیم ناز بدن گیجدنler
اینک عزیزان ما در قناچه های آهلیگ مهمان شدیم. مفتون بانو را در روز زادروزشان تبریک کردیم. این لحظه های خرسندی را همراه شما به هم دیدیم. با ما باشه، با شبکه شهنان سلامت باشه.